یاره که همین نورالله ماش واره قلب میزنه. خدای ورستی ماش واره قلب میزنه. به نظر همه که از دوماد من رمضان چیزی بزی نچسبیده. حالا بیادم بر که بعدر میگه. بابا مونده علاق شدم از صبح را میرم. برم خیالی چای لقمه نونی بخورم و شجی توی خودی همین خسور خوشته تیر میکنی ها؟ من خودی رو زندگی نمیکنم. عروسی خوب بکردم را خوب گرفتم بیامدم. اون میفهمم و کاری من میفهمم و کار می میفهمی مشوری قلب میزنه ای تا روزی بود تعریف همین دوماد من رمضان رو میکرد حال غیبت زیر میکنی کار خوبیه. حالا من چی خدمت کنم؟ من دستم چی میایی؟ خسور من همون تا آدم یه همون تا خوی و عادتی داره. او همون تا تیر کرده و کلون شده و به همون روال پیش میره. حالا دستم چی میایی؟ من میتونم بگم تو نه که ماش بری قل ندی. آخ چی فایده بزنی منافقی ها کی آورده ای؟ حالا ماما نرو چل شما اینا به من میگی؟ به شما گپ زده به دومات شما داده بریم خانی بگیری کاکا میسته ماش بری قل ندی. این تو آدم گنده نباش. آدم عدل سالی و چی بگم دیگه؟ حالا اصلا من خراب میکنی سعدی بر من خسور خوام بگم یا انسان نبوده گمش کو و چه خدمت کنم؟ از دست ما کاری نمیایی. ابو تو خوی و عادت اینه. یعنی رسیان که خود خیلی کار که زندگی میکنی خودیو و ما خودی زندگی نمیکنم بابا عروسی خوب کرد و رخ بگرفتم برفتم. هیچی حالا بخاطر که بخونه خود چی رقم اخلاق داره عدل اخلاق داره. بخونه که میری چی بد اخلاقی چیزا نمیکنه. من چی خبر دارم مامونه رو؟ وای 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 واقعا که منافقی بود. برای گپ نگن. داره مشوری قلب میزنی اگر این بره میگیری اگر تا روز بود تعریف دومات مره میکرد حالا باز یه سر غیبت میکنه. نگدیم برای گپ بریم مامونه رو در چیزی که دیدیم ندیدیم. لب دریای پرسنگم خدا جان آجر بشیان لیلا ماشوری با قل میزنی یه دقیقه بگو پرسیدن ای بی نباشه تو به می کارا کی آورده که تو از می پرسان میکنی؟ کی؟ تو به می کارا کی آورده؟ عباس گفته که مثل ماش ولی نیلیلا قل میزنه. خسور کجیر خان نیلیلا خان خسور کجیر خان عباس میگه که مثل ماش ولی نیلیلا قل میزنه. و ماشی راست میگه. اگه ماشی برو صحبه کو اشتغل نزنم امو خوار کله پخ ازو ای فامو رمضان نکرده تو خوار قربت داده بمو چکار دیک پخته کردن نمیتونه نون پخته کردن نمیتونه پیاله شیشته نمیتونه چای دم کردن نمیتونه ای فامو رمضان نکرده او چی بکاره تاثیر جاری کردن نمیتونه امور هم نمیتونه تاثیر هم جاری کردن نمیتونه گشادگی و نمیتونه جمع کنه هیچ کاری از ساختنی بغیر فقط یک سر خوب باشه مرغا جمع کردن تو نمیتونه. خیلی در کلمه خراب میکنه خود خودم این گپا رو پیش کسی نزنی یعنی با تو بگم آخرین دفعه تو باشه که اگه چی باستون هستون شما تو زغال برسی میکنم خاطری که مش وری قلب میزنی تو بده که ما ماشه با تو نشون دم که اشتغال میزنم کی با تو بگم رسی میگه عباس گفته سیکنی لله مال معلومه که مش وری قلب میزنی. حالا با بگید لنگ عباس کش کردی میگه خوار عباس کله پخیه و همون غیبت میکنی دیگه همون میگه واسه میگه مش وری قلب میزنی چی فرق میکنه؟ پس که پیش ازو برفتی پیش رمضان برفتی پیش عباس برفتی رمضان خود بعد تعریف میکنی پیش رمضان برفتی این تعریف میکنی پیش ازی برفتی این بعد تعریف میکنی خود یعنی ماش دیگه ماش کو کنجد نیه آدم حقیقت بگه ماش کاری میشه حالا امیت میگم کی میگه قدیمیا برو بلد کوکو برو پیش کسی دیگه گپار نازی گیلا که پوست تو میکنه معنی به تو بگم تو راست میگم دروغ میگم ای رمضان نکرده بگم دیگه نیلیلا ماش وری قلب نمیزنه. نه ما حقیقت میگم تام که حقیقت میگی بچی خوبی برادرم نیلیلا ماش وری قلب میزنه چی خوبیم برو گیل لگ به تو میگم میره کلا از دیگه پر برو راه خوب بگیر برو مردی بیا بیا نیلیلا شیش بس کار اگه تو یک مدت تو شنو تو چرب نکرد باز بفهمم نورالله نیو اگه تا به یک مدت تو نگو که نیلیلا ماش وری قلب میزنه میگم دیگه نگو میگفه نیلیلا ماش وری قلب میزنه تو صبر کو جور باشه زنجیری خیلیاتی تیهی شکر جانگیری شکر سلامت بشی زنجیری دیگه اشتن خسور تو ماش چی؟ خسور تو ماش تو دوماد ماش نی
نه با دومات لپایو خود لپه او نه دوماد ماش نی نیلی لاماش مبارک که باش. نیلی لاماش میگم به تا شهر به تا غلب نیلی لاماش میگم ماش وری قل میزنه حالا با تو هم خودی کله گنده پرچیر که خب یه میگه این دیگاه با من گپ مفت میگنی خسور مستانی میدی که ماش بری قلب میزنه خب. بابا هر کی هست هر چی هست با خود خونه شما چی کار داری؟ و نه خاطر که عباس گفت اگه مثل ماش ولی نیلی لا قل میزنه یک دم اون میگه گنده یک دم این میگه خوبیه یک دم اون میگه همون تو خوی و عادتینه همون تو او مخته شده به همون لوالو تو حال پیش رفته کته شده صاحب زن و خونه شده اما لکن نباشه 40 سال سی دیره ببین 40 سال همی تکیف کرده شما نی سر پیاده میکنه پیاده وقت که برو برای کار خود به تو چه هفته رفتن داره من پلوشه پلوش شیریکی همسایه خدا گیلت به تمیجی میدادم وقت برو وقت اصلا من خراب نکن صبح مردانی بمیدی گپ مفت میزنی بمیجو او خب مگلا چه کار میشه میمونه اما مگلا وقت برو من برو وزیت نمیفتم بالا مگلا زخمی نمیشه مچون جوانی دلی داری تو ماشی آقا بزن خوب بگی که این دفعه که پیار تو به سرام و نگیر من نبتا دیگ بره اینجا گردن من پخته که بره بلد کار کن اشتبکی نکن با خدا چشمات رو بدر میکنم خداحافظ دوماد ماش نیلی لاماش وری قلب زده خسر کجی عقل کمالو بخوری به خیر خوشی قط شطوره عقل تو خودر یک چک سالی نیه کار تو قطع تو که فقط میگی قطع برار خورد منه که دی روزیه یک کلوخی هم نیه بهم طلاق سر تا بزنم تو دوماد نیلی کجی دوماد ماش نیلی لاماشه بابا تو چی برو خود تیر کو جفنگ نگو با مگه میفهمی به تا چیشات درو میکنم برو خود تیر کو برو آره. بردار مار به سر میزه میپرد مرد غیرت داری من ورده بزن به تجو لا بلا قوت الا بالله بگیرش دادم بی عقل افتادی تو هم بیعقلی نیلی لاماش وری قلب میزنه همه مردم میگم کب بفتر به در مدر عروستیونه برو تر تو با بیلا از بسی این خسور من 4 ساعته میسیه خود خوب همین بگینم این مردم بیا با مفتزر کرد به یک سینه بغلی کرد بابا سر تو با کار خود تو باشی خسور تو با کاری که کار نداری چی کرداری ها پرسیدن نمی نباشه انمی که بکنی تو پاد شده میگن نیرولا با هر رای قلب میزنه ماشی شده هر که به هم میندازه هر گپی داری به در میشه میگه درست الله اشتنی خیری جان تو جوره چیگه پای شکر تبریک باشه دیگه لالا رمضان سلامت باشین زنده باشین دیگه دیگه مونتا کار کنیم برو خداوند در خونه هر مسلمان رو کنه دیگه آدم نمیشه تا به ابد مجرد باشین به فکر آدم باشه دیگه پا به یک جامعه بند کنه کجا بودی کجا میبری همیت میرم چرخ سر زمینا خسه کنم چیگه پای چه کاره ما همین چند روزه که نامزاددار شدم بیخین هیچ به فکر می زمینا نیم برار من مست مالا امیر است پرسان کنم که به خود اصلا معلوم نی و چه زمینا معلوم نی گلو که بود خوب بود اگر هر هفته 3-4 روز طور میدیدیم مال که به خود اصلا نه دیگه هفته کنیم دو هفته میشه من خود طور ندیدم داخل همین خسور مینا دیگه همین تا آدم خوب به گیر ما افتاده اینا میمون میکنم و بری بر و به میله برو به بری بر برو دیگه چیکار کنیم برارم حال که میتونه من تو اگه دیر نامزاددار شدیم باز همین تا جا خوب و برابر همین تا آدما برابر تو مامان روز به دنیا نیه به دنیا یعنی نیه نور لگمت تعریف کنم که خسور منه شاید به تام معلوم باشه خود تام میفهمید که خسور میشته آدمه من میفهمم چیکار کنیم دیگه برو نصیب و قسمت ما میته بده خود ما آدما خوبیم تعریف گفته نشه که می تا آدم خوبی بگیر ما افتاد دیگه خدا اون خیر ده دیگه به مردم خیر کرده آدم خوبیه خوبه برارمه خوش باشیم خودی هم دیگه خوش باشیم کار امر برای ما باشه دستی ولو خیر بشه سلامت بشه بریم خداحافظ راست میگه میته که من مامان روز میبینم به تعمیدی کی از این رضیه سوال خاطر صرف علم رو اول بفهمیدی تو باشه که یک ما 2 ماه خودی زیادم تیر کنی اگه سر صدا تو بالا نشد درسته
با تو مونده نباشی. مونده نباشه اینجا دیگه باشه. پای خیریات بخیری. صبر کن تیرشون بزی با. خیره. کار میکنی؟ این داره بسته کدام. یاره هستی؟ داری؟ آولا چیکار کنم؟ خوبه. صبر کن چند کلمه گپ دارم با تو دور نرزی. مامه بفرمایید. من برای تو یک چیزی بگم من پیار تو چی دارم مثلا به تا میگی دیگه نفر پیش شما اگه میدیدم اونجا استاد که روبروش خودمه. تو چی؟ اینجا هفته و تاج شامنه. آنه خوبه. خب میگم من پیار تو دیگه نفر به می دی نبوده که مثلا دختر خود به می رمضان داده. چرا؟ ای فهمی خوار تو نکرده بوده که مثلا داده به می رمضان. الله امی دومات در رمضان چه کار شده؟ ایشته چه کار شده؟ ساری به چی وامشه؟ نه به رفاقت سیم. نه ساری به رفاقت وامشه، نه ساری به همسایه‌داری وامشه. من که یک روزی ندیدم که یک رفیق به خونه بره پیاله چای بخوره. یک آدم سفره‌دار نیه. یک آدم نیه که عزت احترام به دوست رفیق خودش داشته باشه. الله تو بعد نی که تگپا میزنی. خدای ورستی تو آدم ماش و رغل میزنی. بفهمیدی؟ ایشته مشوره قال میزنی. امروز که نه ماستیم دادی خود بدیم به رمضان. یک ساعت تعریف توصیه میکنی که ایشته به چی خوبیه. ایشته دوماده با خان شما افتاد به چی خوبه آدم با عزته. حالا بیاد اینجا من غیبت از میکنی یا بعد از ما میگی از من نپرس. برو 4 تا همسایه تا ده بپرس. خب چه به تو چی میگم؟ ما به تو حال حقیقت گفتم یعنی از روز به خاطر از این گفتم از ما دیق نشه. حال ما حقیقت رو به تو گفتم لالا. بابا کجا سفره‌دار نیاد دوماد بس همین هفته کنه و ریش ما نون میده. میبینم اگر شما با آتش از گرم شدیم به دود از کور نشدیم هر چی ما معلوم داره تو آدم ماش و رغل میزنی تو آدم دوری بفهمیدی برو لخوتی تو هم زرما به تو میگم پیار تو دختر خو بدبخت کا برو برو آره بازار ما به تو بگم خو بدبخت کا زندگی دختر خو خراب کا دختر خو به تنور درو کا هر کی که تو دختر خود زندگی رو خراب کرد چرا ما چی کم دارم چی زمین دارم دره دارم سرمایه دارم گاو و گوسفند دارم چی داره او 4 زمین بیشتر داره نو خوردن خود من مثل تو مال تا کارگر بودم حالا تو کی فیل داده که بیان اوی تا پا میزنی من یک ضربه تو میگم که خوراک تو داره و در شد بدبخت روزگار شو برو که خدای گفت میفهم بلا بعدش میفهم چه کار کنم برو چه کار میکنی اگه بیام تو تعمیج لغت میکنم گپ مفت میزنی آدم دور از این بیشتر نمیشه روز بیا آدم های یک ساعت تعریف توصیه میکنه و داده خود ماستیم به رمضان بدیم که های دومات خوب بیافتیم های خوارد زندگی خوب میشه حالا بیا آدم ها بعد میگه توبه خدایا دیگه اشتاله میگه توبه